خداوندا خداوندا به تو پناه آوردم. به تو پناه آوردم. به تو پناه آوردم. شرمسارم نکن. شرمسارم نکن. تو عادل هستی. کمک کن و مرا رهایت بده. دعایم را بشنو و مرا نجات بده. و منو نجات بده. بفرد. بالاخره تموم شد. آخرش راحت شدم. عزیزان، با برنامه آزادی از اعتیاد با شما هستیم. برنامه ما رو دنبال میکنیم. امروز براتون میخوام معرفی کنم دوست عزیزم گارنیک که مهمان برنامه ما هستن و امروز میخوایم که از ایشون شهادت بشنویم که خداوند در زندگیشون چه کارهای عظیمی انجام داده. من این عزیزان رو که برای شما دعوت میکنم و زندگیشون واقعا واقف هستم و دست خداوند رو دیدم در زندگیشون و میسپارم بهشون که از خودشون تعریف کنیم. گارنیک جان، خوش اومدی. میخوام که خودتو معرفی کنی برای بینندگان و توضیح بدی که خداوند به چطور این زندگی و مشکلاتی که داشتی شروع شده و کار خداوند رو توضیح بدی برای ما و بینندگان. با درود و سلام به شما و بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که منو دعوت کردین به این برنامه. امیدوارم که مفسر سبب باشم. مشکل اصلی من موقعی که شروع شد که من به آمریکا اومدیم و من این فرهنگ آمریکا رو نپذیرفته بودم در زندگیم و به خاطر همینم خیلی ترس داشتم و به خاطر همین ترس من خانواده‌ام رو شروع کردم تحت کنترل قرار گرفتن و میخواستم ببینم کجا میرن، چیکار میکنن، با کی تماس دارن و به خاطر همینم جر و بحث‌ها در خونه اتفاق افتاد و ما آرامش خانواده‌مون رو از دست داده بودیم. به خاطر همونم ما تصمیم گرفتیم که پیش روانکاو بریم که آنها تئوری معنوی نداشتن و نتونستن به ما هیچ کمکی بکنن. گارنیک جان، تو از مشکلات خودت گفتی و که از چه مشکلاتی شما میگذشتید و چه مشکلاتی در زندگی داشتی وقتی که وارد این کشور شده بودی. حالا وقتی که کشور ما عوض میکنیم، از شهری به شهری عوض میکنیم، میریم میبینیم که چه مشکلاتی برامون پیش میاد و میدونم که واقعا سخت بوده. میخوام که تو از این مشکلاتی که گفتی، در مشکلاتی که تو رو اسیر خودش کرد بود، میخوام درباره اونها صحبت کنی که این اسارتی که در اون مشکلات داشتی چه تاثیرات فکری، جسمی، روحی بر روی تو میذاشت. میخوام مقدار درباره اونها صحبت کنی. آیا عادت‌هایتون عوض شده بود؟ اینو میخوام بدونم. عادت‌هایی بود پیشت عوض کرده بود؟ من البته از فکری و افسردگی شدید پیدا کردم به خاطر همین افکارم و خیلی ناراحت و نگران بودم. افسوس گذشته رو و نگرانی فردا که چه خواهد شد. به خاطر همونم من در ترس بودم و خیلی زودرنج شده بودم و نمیتونستم بخوابم. 2-3 ساعت چشمام باز بود تو رخت خواب خیس عرق می شدم و خیلی زودرنج و خستگی به سراغم می اومد و انرژیم از دست می دادم و تمام اینا همراه با عصبانیت بود. من یعنی اینجور که من متوجه شدم مسائلی بود که باعث می شد حس اطمینانت از خانواده کم شده بود. مثلا شکاک بودی، میخواستی همه چی تحت کنترل خودت باشه، میخواستی که اونطوری که خودت دوست داشتی همه چی رو بدونی، اطلاع داشت. به خاطر همین برای تو بیخوابی به وجود میاد و این مشکلات تو رو اسیر خودش میکرد. گارنیک جان، از مشکلات صحبت کردن زیاده ولی هدف اصلی ما اینه که چطور تو از این مشکلات آزاد شدی. چه کسی باعث شد که تو از این مشکلات آزاد شدی؟ چه کسی باعث شد که امروز تو این راه طولانی رو بیای در پیش من، وقت خودتو بگذاری و بتونی شهادت زندگی تو بدی که چه کسی زندگی تو رو عوض کرد که بینندگان عزیز با شنیدن این بدونن که برای اونها هم امیدی هست.
من در تمام این مدت خدای خودم رو میطلبیدم و کمک میخواستم که کمکم بکنه، ولی یکی از همکارام هم متوجه شدم که ایماندار هستند و از ایشون خواستم که با هم دیگه به کلیسا بریم و به اتفاق خانواده رفتیم کلیسا و خیلی دوست داشتیم این کلیسا رو و شروع به رفتن کردیم، ادامه دادیم و اون موقع بود که من قلبم به از عیسی مسیح دادم و زندگی من عوض شد به خاطر اینکه عیسی مسیح قلبم رو لمس کرد و من تونستم که از این اسارت آزاد بشم و تمام زندگیمو دادم به عیسی مسیح که تحت کنترل ایشون باشه و من متوجه شدم که اشتباه خودم که در زندگیم بود توسط به همون کلیسا خانواده و توسط همون کلیسا که یه برنامه راه بهبودی داشتن که 12 قدم و 8 اصول داشت. من با خانمم با هم دیگه به اون شرکت کردیم اون کلاس ها و خدا چشم و دلم روشن کرد. متوجه شدم که اشتباه کردم و عذرخواهی کردم از خانمم و بچه‌هام. چه فروتنی. ما دوباره تونستیم آقایون باید یاد بگیریم این فروتنی رو. دوباره تونستیم با آرامش با هم زندگی بکنیم و من به خاطر خسارت جبران شروع کردم که محبت خودم رو نشون بدم. به خانمم شروع کردم کمک کردن در کار خانه. خدا رو شکر. بسیار. من این جبرانی که برادر گارنیک برای ما توضیح داد، من یادم میاد یک شخص رو میشناختم که ایشون سالها معتاد بودن و در اون زندگی معتاد میدونی که اشخاصی که معتادن به پول احتیاج دارن و اینکه احتیاج مواد مخدر تهیه کنن. از همه اشخاص، از کسبه محله، از همه مردم پول قرض میکردن. ولی وقتی که زندگیش عوض شد، وقتی که رفت سر کار، اولین کاری که کرد، میدونیم ما وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم، قدم دومی که هست کارهایی است که ما باید جبران کنیم، دلهایی است که باید شکستیم، باید بریم و اونها رو آرامش بدیم. اگر باید بخشیدنی است ببخشیم و اگر احتیاج بریم از مردم عذرخواهی کنیم. و این شخص شروع کرد کار کردن و از هر کی که بدهکاری پول قرض کرده بود رفت بدهیاشو بده و با اونطور که خودش گفته بود هیچ کدوم از مردم اون بدهکارش نه گفتن نمیخوایم، چون که وقتی میبینیم خداوند زندگی تو عوض کرده برای ما این همه یک هدیه‌ای است. و واقعا میبینیم گارنیک هم یکی از نمونه است که وقتی که دید که اشتباه است شروع کرد چیکار کردن، عوض شدن، از اخلاقش عوض شد و شروع کرد کار خداوند رو در زندگیش پیش برد. پس مهمترین چیز اینه که شما تشخیص دادین که ناراحتی‌های عواطفی که داشتین، روانی که داشتین که باعث شده بود که از کشوری که به کشور دیگه میاین اون بیشتر میشه، اضطراب‌ها هم روش اضافه میشه. شما وقتی که اینو احساس کردین، با اینکه نشانه‌ها شروع کرد به هویدا شدن که شما کاندیدای بسیار خوبی میشدین که به رفتین معتاد شدین، ولی اینو نکردین، بلکه به طرف روانکاوی رفتین، به طرف خداوند رفتین، به طرف کلیسا رفتین و خواستین که در روح عوض بشین. خدا رو شکر. ایو جان، ما الان در دقایقی هستیم، میخوام یه مقدار درباره این صحبت کنیم که واقعا ما زیاد صحبت میکنیم در این باره که پزشکی چی میگه، مغز ما از چی تشکیل شده، همه اینا خوبه و این واقعا احتیاجه که ما هر چقدر ما اطلاعات داشته باشیم از این بدن خودمون احتیاج داریم و ما چقدر احتیاج داریم از لحاظ روحانی شناخت داشته باشیم. ما یه مقدار درباره این مسائل هم تا این وقت که داریم، گارنیک هم اینجاست، میتونیم از تجربیاتشون هم صحبت کنیم، استفاده کنیم، صحبت کنیم که از لحاظ روحانی ما چه قدم هایی میتونیم برداریم، چطور میتونیم قدمی برداریم در وهله اول. وقتی که میشنویم یک کسی هست که میتونه زندگی ما رو کمک کنه، چیکار باید بکنیم؟ باید بپذیریم که ما احتیاج داریم. این اولین قدمه، تشخیص دادن که من اشتباه هستم. این بزرگترین تشخیصیه که یک شخص باید در خودش ببینه و بفهمه که از نظر عاطفی و روانی چه ناراحتیایی داره. من الان چند تا نمونه هایی از اخلاق های عاطفی روانی اون شخص رو به شما میگم و من میخوام که این شخص رو وقتی توی آینه خودش رو نگاه میکنه، اگه یه نفر بهش میگه تو این اخلاق ها رو داری، قبول کنه. چون که در ابتدا ما هرگز اصلا قبول نمیکنیم که کسی به ما بگه که تو بالای چش شما ابرو است. میگه تو کی هستی که به من بگی بالا چشم من ابروه؟ تو مال خودت نمیبینی؟ پس میخوام که درباره اون اخلاق ها، شخصیت ها صحبت کنم که اول تو بعد اون شخصیت رو قبول کنی که داری و بعد اون رو از نظر معنوی
به خداوند بدی و با خداوند صحبت کنی و به او بگی که من این ضعف‌های اخلاقی را دارم و میخوام از اینا بیرون بیام. یکی از ضعف‌های اخلاقی که ما داریم که باعث میشه که از معنویات جدا بشیم، وابستگی مادیه و وابستگی مادی به دیگران و خشمی که دیگران باید به ما پول بدن تا ما زندگی کنیم. پدر مادرم باید به کاری بکنن تا من مثلا واسه من یک کاری بکنن، نکردن من اونا رو دوست ندارم. یا ناتوانیایی هستن که رشد و بلوغ عاطفی ندارن. شما باید اینا رو کم کم درست کنین. وقتی که در اینا رو درست میکنین، به مراکز روانبخشی که میرین که به شما کمک میکنن، به کلیسایی که میرین که این مراکز رو دارن، این گروه ها رو دارن که با هم با تو صحبت میکنن، این اضطراب هایی که خصوصیه و نمیتونی با هر کس صحبت بکنی، باید کسی رو پیدا کنی که با اون صحبت کنی اول. و وقتی که با اون صحبت کردی و خودتو خالی کردی، کم کم جایی رو باز میکنی. مثل یک کوزه‌ای میمونه که تو اون کوزه رو که توش گله، باید اون گل رو کم کم خالی کنی تا آب مقدس درونش بریزی. اگه اون کوزه گلش کثیفه، ترک داره، حالا تو توش دور معنویات بریز، چی میشه؟ خراب میشه، چون با احساسات خودت قاطی میکنی. و این زمانی که تو نباید با احساسات خودت قاطی بکنی. و یکی این که بزرگ بینی نداشته باشی و باید خودتو قبول کنی که من آدم شکسته‌ای هستم و باید خودم و روح خودم رو به خدا بدم. باید با معنویات آشنا بشم. باید بپذیرم که منم ضعفایی دارم در خودم. و این کمالگیری غیر منطقیه که حتی میبینی که مسئله اون نیست که تو باید معتاد باشه که کمالگیری داشته باشی. شخصیت‌های خیلی زیادی هستن که این کمالگیری دارن، فکر کنم منم دارم، من این هستم، من اون هستم. اینا هستن که اخلاقای غیر منطقی هستن. درسته. و این ناراحتی ها رو ایجاد میکنن و این آشفتگی های فهمی و شعوری، تمام اینا باعث میشه که احساس گناه کردن که ما نتونیم با خدا رابطه داشته باشیم. و امروز من میخوام امروز رو تمام بکنم این کلمات رو، این حرفا رو، و انشالله بیشتر در این موضوع ما صحبت خواهیم کرد. و امشب رو میخوام با یه دعای بسیار زیبا از شما، یک دعای آرامش با خداوند ما و با تماشاگران ما همدیگه با هم یک دعایی بکنیم و عزیزان ما را به خدای قدوسمان ببخشیم. به امید خدا دعا کنیم. عزیزان به حضور خدا میاییم. خداوندا، عیسی مسیح شکرگزار تو هستیم. شکرت میکنیم که تو تنها جواب مشکلات ما هستی. تنها تو هستی که میتونی زندگی ما را عوض بکنی. تو هستی که میتونی به ما قوت بدی. به نام عیسی مسیح دعا رو میکنیم. آمین. آمین.